مصطفی بیا تمامش کنیم، من زن بهترین رفیقتم، میفهمه. عشقم، من و سجاد بهترین رفیقیم برای هم، اصلا شک نمیکنه که دارم با زنش میریزم رو هم. خیالت راحت دیگه. بچه اینجا این بیاین تو دیگه، مصطفی بیلیارد بزنیم داداش. بیا تو دیگه مگه مصطفی شوهر منه؟ بازی رو بلد. سجاد به داداش چقدر اعتماد داری؟ ببین تو بازی بهت اعتماد ندارم، ولی تو رفاقت مثل چشام بهت اعتماد دارم. شوهرت میبازه. مصطفی من تو ماشینم دارم میرم خونه ماما، اینا نگران نباش، من رسیدم بهت زنگ میزنم. خدافظ. سجاد من از کاری که میکنیم خیلی میترسم، اون بهترین رفیقت، ما نباید این کارو بکنیم. دیوونه شدی؟ از چی میترسی؟ ببین مصطفی بهترین رفیق منه، 20 ساله با هم رفیقیم، هیچ وقت فکر نمیکنه من با زنش برم تو رابطه. بابا کارما چی؟ اگر اتفاقی بیفته، اگر بفهمه. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ کجا میخواد بفهمه؟ من بهت نه زنگ میزنم نه پیام میدم، هفته یه بار هم دیگه رو میبینیم اشغال دیگه. و تو خیال